سلام دوستان، خوش اومدید به جلسه سوم از دوره داکر. تو جلسه قبلی داکر رو نصب کردیم. تو این جلسه میخوایم راجع به ایمیج ها و کانتینر ها یه صحبت کوچیکی با هم بکنیم. خب اولین مفهومی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم ایمیجه. یه کانسپتیه توی داکر. ایمیج ها در واقع اون توصیف اون کانتینرن. یعنی چی؟ گفتیم که داکر میاد واسه ما یک راه حلی رو پیشنهاد میده که محیط های ایزوله‌ای رو بسازیم که بتونیم اپلیکیشن هامون رو روش ران بکنیم. واسه این کار ما نیاز به یک توضیح دقیق از اون اپلیکیشن داریم. به پروسه اجرای یک بیس کد جنگویی مثلا فکر کنید. ما سورس کد رو میخوایمش، در واقع یک محیطی میخوایم، یک حالا سیستمی یا یک محیطی میخوایم، نیازه که روش پایتون رو نصب بکنیم، یک ورژنی از پایتون رو، بعد فایل هامون رو داشته باشیم اونجا، دپندنسی ها رو نصب بکنیم و نهایتا با یک کامندی اون در واقع اپلیکیشن رو اجرا بکنیم. ایمیج دقیقاً همینه. این پروسه‌ای که من گفتم رو توی ایمیجمون ما مینویسیم. ما بهش میگیم که میخوایم از فلان ابزار استفاده کنم، نود، پایتون، اوبونتو، هر چیز دیگه، انجینیکس، میگیم که میخوایم از این استفاده بکنیم. این فایل هامونه، برو فلان کامند ها رو ران بکن، دپندنسی ها رو با این دستور نصبش بکن مثلا، و بیا مثلا با دستور پایتون ران اسم فایل این اپلیکیشن رو اجرا کن. این تعریف ایمیجه. در واقع یک توصیف دقیق از اپلیکیشنمونه که ما توی ایمیج نگهداری میکنیم ازش. و همینطور که اینجا میبینید دیسکرایبر یک کانتینر رید اونلی، قابل تغییر نیست. ما نمیتونیم یک ایمیج رو بسازیم و بعداً بیایم همون ایمیج رو تغییر بدیم. اگه نیاز به تغییر رو باید یک ایمیج دیگه بسازیم و همه دپندنسی ها رو داره، سورس کد رو داره، کانفیگ های اضافه رو داره و به عنوان مثال وریبل ها رو ما میتونیم توی ایمیج هامون نگه داریم و همینجور اون کامند های اضافه ای که نیازه، مثلا نیازه که یک دپندنسی نصب بشه، نیازه که یک مایگریشنی ران بشه، نیازه که یک سی دی ران بشه، اینها رو هم ما میایم توی ایمیجمون قرار میدیم. یه تعریف کلیه حالا جلوتر وقتی که میریم یه ایمیج میسازیم این رو میبینید دقیقاً، ولی الان فکر میکنم در همین حد کافی باشه. در مورد کانتینر ها، حالا کانتینر چیه خودش؟ کانتینر اون اینستنسیه که از یک ایمیج ساخته میشه. فرض کنید که من روی یک کاغذ مینویسم که برو مثلا یک لپتاپ بخر، روش اوبونتو نصب کن، روی اون اوبونتو یک پایتون نصب کن، این کد رو از فلانجا ورش، مثلا از یه جا دانلودش کن و این کاغذی که توصیف کرده اون چیزی که من نیاز دارم تا اپلیکیشنم رو اجرا کنم رو من میدمش به یک آدمی، اون شروع میکنه به اجرا کردنه. این آدمه اون کانتینر توی این مثال ما. کانتینر چیه؟ یک اینستنسه که از یک ایمیج ساخته میشه و قابلیت اجرا شدن داره و جاییه که همه اتفاقها میفته. امیدوارم حالا توضیحات من یه خورده واسهتون ملموس بکنه این داستان رو، ولی مطمئنم که میریم جلوتر هرچی بیشتر باشون کار کنیم اینو بیشتر جا میفته واسه شما. در نتیجه کانتینر ها یک پروسه مجزان، یک پروسه یعنی که خیلی واسهشون مهم نیست که کانفیگوریشن اون سیستمی که دارن روش اجرا میشن چیه، اون هاسته، خودشون یک پروسه یعنی که بدون ارتباط به فضای بیرونیشون اجرا میشن و یک ایمیج رو در واقع اجرا میکنن. و من باز میخوام این رو تکرار بکنم که اگه وارد همین سایت docker.com docs.docker.com بشید، روی این گایدز کلیک بکنید و اینجا get started رو بزنید، کلی گاید و توضیح کوچولوی جمع جور ترتمیز فنی داره که اگه بخونیدش مطمئنم که اصلا کل این مطالب هم خیلی راحت واسهتون جا میفته و خیلی سریع میتونید از داکر استفاده کنید. اینجا ما تعریف کانتینر رو داده، حالا پایین هم یک واکترویه که ما این رو تو جلسه‌های بعدی میریم جلو، ولی حتما از این استفاده بکنید و ازش غافل نشید. خب توی این جلسه در مورد ایمیج و کانتینر حرف زدیم که دوتا کانسپت بیس پایه داکرن، نیازه که خوب بفهمیمشون. توی جلسه بعدی قراره که واردش بشیم، دست به کیبورد بشیم، یه خورده
ایمیج ها رو ببینیم چه شکلی میتونیم بسازیمشون، بیس ایمیج ها چی ان و از اینجور کارها. بیاید سراغ جلسه بعد، لایک کنید، سابسکرایب کنید، بعد بیاید سراغ جلسه بعد.